جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. عمر ابن خطاب خداوند از او راضی باد در سطرها. نام پوره او ابو حفص عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبدالعزا ابن ریاح ابن عبدالله ابن قرد ابن رزاح ابن عدی ابن کعب ابن لؤی ابن غالب قریشی العدوی بوده. او امیرالمؤمنین و دومین خلیفه راشدین، صاحب کرامت و سرلشکر فتوحات حساب می‌یابد. خداوند توسط او اسلام را عزت داد و آزار را از مؤمنان برداشت. او تازیانه و شمشیر را در راه حق می‌زد. خداوند توسط او حق را از باطل جدا نمود و او نیز یکی از پیشاهنگان دین اسلام است که رأیش با قرآن موافقت کرده است و خداوند به دست او دین و ایمان را منتشر نموده است و شیطان از او در هراس بود. مردی بود دارای وقار و هیبت و بیشک او چراغ اهل جنت است. در حلیمی از او حلیمتر دیده نمیشد و در بخشش هیچ کوتاهی نمی نمود. زود بریقت می آمد و گریان می شد. خدمتگار ناتوانان و کمک کننده آنان بود. پیشوای عادل و خلیفه فاضل و شاهد بزرگترین واقعه ها بود. در دفاع از دین قلعه را می ماند. اولین شخصی بود که در نزد کعبه آشکارا نماز گذاشت و آشکارا هجرت نمود. او زبان راستگو داشت. به حق پرستی در راه خدا شناخته شده بود. از سخنهای سخنچینان و بدگویان نمی ترسید و در اندازه های معین شده خداوند استوار بود. نسبش به نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم در کعب ابن لؤی ابن غالب راست می آید. 13 سال پس از سال فیل، یعنی سال تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شده، 5 سال قبل از هجرت اسلام را پذیرفت. خداوند از او راضی باد و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.